گرون‌ترین و پرهزینه‌ترین شهرهای دنیا، جایی که حتی یه لیوان آب هم میتونه حسابی به جیبت فشار بیاره. تو گرون‌ترین شهرها پول دارن بعد حساب کتاب کنن. شهرهایی که تو اونا زندگی، خرید و سفر حتی برای ثروتمندان هم دشواره. اینجا پوله که قانونه. اگه پول نداشته باشی هیچ حقی نداری. مورد آخرم پرهزینه‌ترین شهر دنیا رو معرفی کردم. اصلا از دستش نده. شماره 10 شانگهای، قلب تپنده اقتصاد چین، معروف به جنگل آسمان خراش‌ها، با جمعیت 24 میلیون نفری، یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان به حساب میاد. این شهر یک مرکز اقتصاد جهانیه و بندر اون پرترددترین بندر کانتری جهان به حساب میاد. هزینه‌ها تو این شهر با بسیاری از شهرهای اروپایی برابری میکنه. اجاره بها تو شانگهای بالاست و مهاجرا باید بخش قابل توجهی از درآمدشون رو برای اقامت در مرکز شهر و اطراف اون بدن. این شهر با مراکز مالی و تجاری عالی نمونه‌ای از زندگی مدرن رو به نمایش میذاره. شماره 9 هنگ کنگ، با جمعیت 7.5 میلیون نفری، یک ناحیه خودمختار در غرب رود مروارید می باشد. هنگ کنگ به خاطر بندرگاه طبیعی عمیق خود پذیرای کشتی‌های بزرگ بین‌المللیه. میدلبز نام عیان نشین ترین منطقه هنگ کنگ، منطقه‌ای که خرید خونه یا حتی اجاره برای بعضی ثروتمندان هم دشواره. سیستم حمل و نقل این کشور جزو پیشرفته ترین ها به حساب میاد. مترو هنگ کنگ که به تمام نقاط شهر و مناطق هومه متصله، این امکان رو برای افرادی که هزینه خرید و اجاره خونه در این مرکز شهر رو ندارن و مقصد اونها هومه هنگ کنگ آسان کرده. قطارهای تندرو که امکان جابجایی مسافر در مدت زمان کم رو فراهم می‌کنن برای گردشگران و مسافران خارجی بسیار مفید واقع شده. مورد شماره 8 توکیو، با جمعیت 13 میلیون و 96 هزار نفر، با ترکیبی جذاب از فرهنگ مدرن و سنتی ژاپن بنا شده. توکیو به دلیل هزینه‌های بالای زندگی با عنوان کلان شهر پر جنب و جوش شناخته میشه. اکثر مردم بخش زیادی از درآمدشون رو صرف اجاره خونه و هزینه خرید ماشین و حمل و نقل شهری میکنن. با این حال زندگی تو توکیو به معنای تجربه زندگی تو یکی از فعالترین شهرهای جهانه. اون قلب سفید پایین رو قرمز کن تا به هم انرژی بدی. مرسی. مورد شماره 7 ملبورن، با حدود 5 میلیون نفر جمعیت، پایتخت ایالت ویکتوریا، اولین پایتخت کشور استرالیا، مهمترین شهر فرهنگی این کشوره. این شهر قلب مهم آموزش عالی و تحقیقات، هنر و فرهنگ، فعالیت‌های تجاری و صنعتی میباشد. همچنین ملبورن مهد مرکز پیدایش صنعت فیلمسازی و سینما و رقص باله هستش. یکی از بازارهای معروف ملبورن ویکتوریاست که هر کسی قدرت خرید در این بازار بزرگ و متنوع رو نداره. مورد شماره 6 ژنو، شهری لوکس و گران با جمعیت 198 هزار نفر در قلب سوئیس قرار گرفته. سفر به ژنو به هیچ وجه برای کسایی که میخوان سفر ارزانی داشته باشن مقصد مناسبی نیست. این شهر همچنین مقر اروپایی سازمان ملل متحد است. شهری مملو از جاذبه‌های رنگارنگ، دریاچه‌های کم نظیر، ارتفاعات نفسگیر و یک مقصد تفریحی عالی به شمار می‌رود. بیشتر گردشگران فقط از این شهر عبور می‌کنند یا نهایتاً یک روز در آن می‌مانند، چرا که هر کسی از عهده هزینه‌ها در ژنو بر نمی‌آید. شماره 5 سنگاپور، شهری در جنوب شرقی آسیا با بیش از 5 میلیون نفر جمعیت که لقب نیویورک آسیا رو گرفته. سنگاپور مدل کوچکی از آسیاست که دارای ساکنین چینی، مالایی، هندی و گروه بزرگی از کارگران و مهاجران از اقصا نقاط دنیاست. سنگاپور یک کشور کوچک با مساحت محدود است و این هم تقاضا برای فضای مسکونی رو بالا میبره. همچنین تنوع فرهنگی و اقتصاد قوی در گرانی مسکن در این شهر بی تاثیر نیست. توی مورد آخر گرونترین شهر رو گفتم، اصلا از دستش نده. مورد شماره 4 لندن، پایتخت و بزرگترین شهر انگلستان با جمعیت 9 میلیون نفر. وقتی حرف از پایتخت انگلستان باشه باید هم قیمت خونه ها و آپارتمان ها در این شهر خیلی زیاد باشه. در این شهر عواملی مانند تقاضای بالا، مکان استراتژیک و تاریخی در گران شدن خونه ها تاثیر گذاره.
از قیمت‌ها که بگذریم، این شهر همیشه پر از زندگیه. از بناهای تاریخی مثل بیگ بن و تاور بریج گرفته تا موزه‌های هنری معروف مثل بریتیش موزه، همگی جذابیت این شهر رو دوچندان میکنه. مورد شماره 3 نیویورک، شهری با جمعیت 18 میلیون نفر در رده سومین شهر گران قیمت در دنیا قرار داره. این شهر با آسمان خراش‌های سر به فلک کشیده، خیابان‌های شلوغ و پر جنب و جوش، مقصد نهایی هر کسی که به دنبال شهرت و ماجراجوییه. هزینه‌هایی که شهروندان این شهر برای ادامه زندگی باید بپردازند به قدری بالا هستند که بسیاری از افراد به این شهر شهرت شهر رویایی جهان رو دادند. نیویورک به عنوان شهر میلیونرها هم شناخته میشه که از هر 20 نفر یک نفر میلیونره. مورد شماره 2 پاریس، پایتخت کشور فرانسه با 2 میلیون نفر جمعیت در مرکز شهر و جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر در کل منطقه شهری. یکی از بزرگترین و متراکمترین شهرها در اروپا است. فقط با یه نگاه به این شهر متوجه میشی که چرا یکی از گرونترین شهرهای جهانه. قیمت اجاره و خرید مسکن در این شهر به قدری بالا هستش که حتی پولداران برای خرید اون چرتکه میندازن. هزینه خرید 20 متر ملک در این شهر حدود $200,000. پاریس شهری زیبا و عاشقانه و مملو از مکانهای تاریخی تاثیرگذار در عرصه فرهنگ و هنر، مد و طراحی می باشد. این شهر دارای مکانهای مشهوری از قبیل طاق پیروزی، برج ایفل، موزه لور و غیره هستش. توی کامنت ها بهم بگو که علت هزینه بالا توی این شهرها چیه؟ مورد شماره 1، اینجا همه چیز منظمه و خبری از بی‌نظمی، ترافیک و دود ماشینا و تأخیر و دیر رسیدن نیست. بله، اینجا زوریخ، گرونترین شهر دنیا، شهری با جمعیت 1,042,000 نفره. زوریخ بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر سوئیس و پایتخت فرهنگی این کشوره. زوریخ شهری با بهترین کیفیت زندگی در جهان شناخته شده. جالبه که بدونید در این شهر هیچ نشانی از تکدیگری نیست و حتی دست فروشی هم دیده نمیشه. با یه نگاه به این شهر و امکانات اونه که متوجه میشی چرا هیچ فقیری در اون زندگی نمیکنه. زوریخ اگرچه جمعیت زیادی نداره ولی یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی دنیاست و بسیاری از مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ جهان در شهر زوریخ هستند. اینم از گرانترین شهرهای جهان. اگه دوست داری راجع به ثروتمندترین کشورها هم بدونی، پیشنهاد میکنم ویدیو بعدی رو از دست ندی.